نگار این خانم خوشگل ما کجاست؟ این چهچهه قناری ماست آن بیرون؟ امسال پربرکت و پر از شادی باشه. آخه پارسال همین که در شامنشین رو باز کردم یهو نفسم بند داد زدم منیره طفلی عینه‌های آردل باشی قفس داد میزد اومدم خانمم اومدم. منیره این سفره چرا شده میدون جنگ چالدوران؟ چشاش اینه یه آهوی نزار دودم زد. خانمه به این قبله محمدی به همین سوی چراغ همین که زلفی شانشین انداخته بریم داخل با چشه جنیش اینه و باد از زیر پام دره. آخه خانمه من چه خاکستری به سرم بریزه بسته سی گربه لنده هوره باشه مصطفی؟ بازه همینه دست زده گفتم خودتون تشریف بیاریم ببینیم. آخه مونی سرما و یخبندون بعد از اون کودتایی که از 25-6 روز پیشون سید انگلوفی با اون رضا شستی به کمک اون مرتی که آیرون ساید چشتاق رو انداختن روز و شب این رجال منور و فکر و این شازده های قجری و اون دونه درشتا و خورده ریزای باقی مونده از مشروط سیاه شد. از شاه هم که فقط اسمی باقی مانده این روزها. اما در مجموع این کودتا و بلبش و بگینگی به قول زینت و دوله در محفلی گرم و صمیمانه اتفاق افتاد. عقل هیچ کس هم قد نمیده بفهمه این سید زیا انگلوفیله یا روسوفیل. اینو آقا جانم داره با خودش میگم. آقا جانم یه ریز ساعت قدم میزد با خودش میگم آخه من سید خدا از شاه خواستی بهت لقب دیکتاتور بده؟ من نمیفهمم این مردک رو. دیگه چرا با ریزا ماکسیم پیمان بستی؟ من واقعا این ملی گرایان منور و فکر رو نمیفهمم ها؟ علل خصوص این عارف گزوینی و این میرزاده ایشکی را با آن اشعار و مد کردن هایشان در باب کودتا و کودتا چی ها؟ در بس نفهم شدین؟ یعنی راه حل تمامی مشکلات کشور را یک دولت نظامی و یک دیکتاتور مصلح می‌دانند که به جای شاهی ناتوان گاجر تصمیم بگیرد. هیچ چیز نمی‌فهمن این روزها. دیدی چه نوشتن؟ هدف کودتا برانداختن ریشه جنایتکاران خودخواه و تنپرور داخلی و رهانیدن ملت ایران از سلسله رقیت مشت دزد و جنایتکار. یهو ترس مثل وقتک افتاد تو جونم. آخه آقا جان شما هم 8 نشری با دربار داشتیم. اصلا انگار حب بیخیالی را خورده ایم و پاک فراموش کرده ایم. ما هم ناف ما به ناف قاجار وصل است. یقه پالتوش آروم کشید رو گوشاش. اگر میخواستن بیاین تا حالا آمده بودن. بعد اون ابروهای خوشگل و پرپشت قجریشو کرد تو هم که این ایرج میرزا را دیدی چه گفته؟ تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. خب آقا جان حتما چیزی درش دیده که گفته. اوراق یه نگاهی به من کرد. سفره عیدتو انداختی؟ بله.
بگیر اگه دلم آروم شد رفتم داخل شاهنشین. آروم و قرار ندارم. انگاری یه عالم آدم همه با هم سوروسات تیار کردن ترشی هفته بیجا رو تو تنم مهیا قرار نداشتم. صدای باز شدن در شنیدم. همایون میرزا شمایی؟ منیره با یه گلدون گل سنبول آروم اومد داخل شاهنشین، بعد گلدون رو گذاشت کنار آینه. رفتن پیش بچه ها خانم جان گفتن تشریف میاره. ای خدا ای خدا ای خدا، فدای اون بزرگی و شوکتت بشم. این سال نو، این سال 1300 واسمون خوشون رو برکتش. وقتی که ترس ول کنم. به منیره گفتم اساسیه خودشو بچه ها رو جمع کنه، لباس گرم تنشون کنه، همین امشب با کالسکه راهی سوهانک بشن برن خونه بیبی خانم. مام فردا خوشبندشون میاد. خدمت نواب علیه عالیه بیبی خانم دامت شوکتها، انشاءالله تعالی خدمت و غیرت سرکار علیه همشیره مکرمه مفخمه دامت شوکتها مشرف. فدای جان. با مرکب بنفش عرض نمودم من باب رسم و حال که مرسوم است. با مرکب بنفش عرض نمودم. امیدوارم جمیع متعلقان صحیح و سالم وارد شده باشند. باری امیدوارم جمیع متعلقان برقرار است. وارد شده باشند. فدایت شما. به حمدالله نعمت صحت برقرار. خواستم بگویم که بچه ها را به همراه منیره و گماشته و سورچی لایقمان حسین قلی نواب نزدتان می‌فرستم به جهان. اون شب یلدا شبی بود که دادمش تو اون شب سرد و یخ بندونه این بسته شد. بعد از بردن آقا جان همایون میرزا گیج و منگ وسط حیاط تو سرما و یخ بندون بایستاده بودم، نمیدونستم چه خاکستری به سرم بریزم. این مجسمه های فرنگی یخ زده بودم. نفهمیدم که یا چطور اومد داخل. فقط دیدم یک سری داره حرف میزنه. هیچ وقت نفهمیدم این نریمان خان گرگین چه کاره بود، چه کاره هست. میگفتن یه دوره تو سرای سلطنتی عمل خلوت بوده، بعدش میشه آردل باشی. یه دوره ازش خبری نبوده. میگفتن نفیه بلد شده به خاش. اما تو دوره مشروطه خیلی ها میگفتن که به چشم خودشون دیدن که تو دایره خفیه نگاری جز خفیه نویسا بوده. خود من اما وقتی که هنوز خانه آقا جانم بودم و به قول آقا جانم عروسک قشنگش بودم. عروسک. آره اما عروسکی با 1000 امید و آرزو. همیشه دوست داشتم حرفی واسه گفتن داشته باشم. عاشق خوندن و نگارش بودم. تو اون روزا آقا جانم با رئیس الاتباع طبیب قشون ناصرالدین شاه معاشرتی داشت و بین عیال و اهل حلواخانه رفت آمده. همان روزها بود که شیفته یه دخترشان مریم خانم مزین السلطنه شدن.
تو دوره‌ای که خواندن و نوشتن برای نسبان عیب شمرده میشد، مریم خانم زنی بود به غایت فهمیده و اهل دانش. هم فوتوگرافی بلد بود، هم به فرانسه سخن میگفت. Écoute s'il vous plaît, ceci a livre à la main, madame. بعد از جریده دانش که متعلق به خود ایشان بود، جریده شکوفه را که دومین جریده مخصوص نسوان بود به راه انداخت. به خیالم که تموز 1292 بود. به بهانه‌های مختلف از خانه می‌گریختم تا کنار دست ایشان چیزها بیاموزم. جنگ مریم خانم مزین السلطنه جنگ با عقاید و خرافات و رسم و رسوم کهنه و عقب افتاده‌ای بود که میان نسوان بیدار می‌کرد. همان سالها بود به خیالم. همان سالها بود که یک چند باری به همراه ایشان به نشریه رعد رفتم. نشریه‌ای که متعلق به سید ضیا بود. همانجا بود که نریمان خان گرگین را دیدم. همونطور که تو سرما و یخبندون به صحبت‌های نریمان خان گوش می‌دادم، دویدم سمت صندوق خانه و سند خانه آقا جان را آوردم و 2 دستی دادمش به نریمان خان. باشد قبول، هر چه شما گفتی، فقط صحیح و سالم به من برش کرد. نرسیده به صبح، آقا جان و همایون میرزا نرفته به حبس آزاد شدن. واسه یلده امسال همایون میرزا یه عمل مطرب خبر کرده تا متجدد بودن خودش واسه آقا باره سرش به اثبات برسونه. بیبی خانم از قبل یه جایی رو واسه خودش مهیا کرده بود. همونجوری که داشتم لباس رنگ و رو رفته مروارید دوزیشو نما به بیبی خانم نشون میدادم، یهو منیره بی اجازه اومد. چشاش مثل همون روزی که دنبال گربه ماژه و صوفی بود دو میزد. تا اومد حرفی بزنه، نریمان خانم گرگین وارد اتاق شد. نمیدونم چشاش رو بیبی خانم موند. بعد بیبی خانم حالش بد شد. بعد از در پشتی رفت. امروز هنوز که اول ماه نشده، تا اومد حرفی بزنه امان بهش ندادم، یه ریز بهش توپیدم. من دیگه از شما ترس و واهمه ای ندارم. به محض اینکه سال نو بشه خودم از زیر بار این قرض خلاص میکنم. واسه اون لاین اومده بود بگه من همایون میرزا رو مجاب کنم، حالا که به ثبتی تو بانک شاهی رسیده اونو از بانک اخراج نکنه، وگرنه همه چیزو به همایون میرزا میگه و به گفته خودش شام قریبون میشه. بهم فهمون که فهمیده تو سند امضای آقا جانمو جر کردم. چیا؟ مگه دختر حق نداره رعایت حال پدر رو به مرگ شما کنه؟ زن نباید شوهرش از خطر مرگ نجات بده؟ با چشای ریز خاکستریش یه نگاهی به من انداخت که عدلیه با قانون هیچ التفاتی به علت جرم نداره سرکار خانم. رفت. ایجا من مونده بودم چه خاکستری به سرم بریزم که یهو همایون میرزا وارد شد و
علت آمدن نریمان خاله گرگین را پرسید. سعی کردم خودم رو جمع جور کنم تا بتونم به اون چشمای پرسشگرش نگاه کنم. ایشان را دیدی؟ فراموش کردم بگویم. چند دقیقه به اینجا آمده بودن که نگارین خانم از رفتار و وجنات شما پیداست که نریمان خانه گرگین به اینجا آمده بودن تا شما سفارششان را نزد ما بکنید. بله. نگارین خانم چرا در اموری که به شما مربوط نیست دخالت میکنید؟ یعنی میخواستید سفارش آن مردک فاسد را بکنید؟ برای همین آمدنش را به عمارت ما از ما پنهان کردید؟ میخواستم داد بزنم اینجا خانه آقا جان منه. ولی همایون میرزا نگارین خانم لطفا دیگر هرگز به ما دروغ نگویید. از شما میخواهیم نسبت به ما التفات فرموده دیگر هرگز با مرد نامحرم هم سخن نشوید. درست است که ما در کامرانی زندگی میکنیم و این خیابان منتهی میشود به دروازه دولاب و چانه میدن. اما خانم ما آبرویمان را از چاله میدان نیاوردیم. رفت. اینا این مجسمه‌های فرنگی یخ زده بودم که یه منیر اومد. خانم جان بدبخت شدیم، خانم جان بیچاره شدیم، خانم جان به خاک سیاه نشستیم. من گفته باش میگم و دیگه کی بودید؟ نریمان خانه گرگین. خانم جان همین الان نریمان خانه گرگین را دیده که یه عریضی رابط گذاشت رو میز آقای میرزا خان. بعد اینه جن از عبارت زد بیرون. من رفتم بگیرمش. من رفتم اونو بردارم و این همای میرزا خان شما اینه عجل معلق سر عجلی معلق. من گفتم عجلی معلق خانم جان؟ من غلط کرده باشم خانم جان زبانم و ما رو قاشیه بزنه خانم جان. اگه همچه حرفی زده باشه به خدا من نگفتم. خانم جان اشتباه کردم خانم جان ببخشید خانم جان. بس کن منیره. دیگه نمیدونستم چه خاکستری بزنم. واقعا نمیدونستم باید چه خاکی به سرم برسم. اون سرما و یخبند و بعد از رفتن همایون میرزا نریمان خانه گرگین اومده یه عریضه رو گذاشته رو میز رفته. یعنی همه چیز توضیح داده. غرق هزار فکر بودم که یه همایون میرزا آمد داخل. اومد داخل تا با هم بریم پیشواز مهمونای تازه پکل کراواتی شده ایم که خانم و دوله های قاجارشون نمیدونستن لباسای تنشون تک تک با اینن مشترک بشه. لباسایی که از خیاط خونه پاریس به مدیریت انیسه خانم تهیه کرد. انیسه خانمی که باهاش رو نش باشه از راه قجر شده بود انیس و دوله تا خیاط خونش سرپوشی باشه برای مطرب خونش. روزا تو خیاط خونه سکه های خانم و دوله ها رو به جیب میزد. شبا تو مطرب خونه تهمونده یه جیب شازده های قجر. آخ که اگه این شاه شهید زنده بود و میدید همچین انیس و دوله‌ای هم اسم سوگلیش همچین قمپانی بزرگی به راه انداخته به یقین میداد از دروازه قزوین سر و تنها بیزونش کنه. نمیدونم باید چی کار کنم. وسط این داستان گیر افتادم.
آروم آروم میومدم میرفتم. همایون میرزا سرخوش و کیفور از شاهنشین بندرونی اومد و یه راست رفت تو اتاق کارش. بعدها فکر کنم سالها بعد بود، یک شبی در سوهانک مهمان بیبی خانم بودم. بیبی خانم حقیقت رابطه عاشقانش رو با نریمان خان گرگین برام گفت که باعث و بانی مهربون شدن اون شب با نریمان خان کسی نبوده جز بیبی خان. هرچند دیگه به حال ما توفیقی نداشت. همایون میرزا مغضوب و قراق از اتاق کارش بندرونی اومد. یه برگه رو هوا تکون میداد از نریمان خان گرگین بود. تا اومدم حرفی بزنم هیچ مجالی بهم نداد. یه ریز بهم توپیدم و تا دلش میخواست لیچار باره آقا جان مرحومم کرد. بعد با دهان کف کرده رو به من کرد که دروغگو، دغل‌کار، تو همه سعادت و خوشبختی من را به باد دادی. حالا دیگر اختیارم در دست اون مرده که فاسد است. من جرأت نمی‌کنم بچه‌ها رو به تو بسپارم. من دیگر اجازه نمیدم در تربیت بچه‌ها دخالت کنم. یاد شب عید پار افتادم که اینا اون مجسمه های فرنگی یخ زدم. من یخ زده بودم و مامان میرزا یک سر داد. من اجازه نمیدهم در تربیت بچه هایم دخالت کنی. تو همه سعادت و خوشبختی من را به باد دادی. داشت داد میزد که اون مدیر اومد تو با دو پاکت تو دستش، دو پاکت بزرگ، پاکت کوچیک. اما این میرزا هیچ مجالی به اون نداد. پاکت کوچیک رو از دستش گرفت، رفت زیر نور چراغ وایستاد، اما بازش نگرد. میترسید. همایون میرزا میترسید. میترسید سعادت و خوشبختیش از دست بده. سعادت، خوشبختی، نامه نریمان خان بود. نوشته بود متاسفه سند و سفته ها رو پس فرستاده. نوشته بود یه اتفاق خوش آید تو زندگی. خوش باش. همایون میرزا یک دفعه مهربان شد. نگارین جانم، نگارین خانم، ما نجات پیدا کردیم. نگارین جانم، نگارین خانم، ما دوباره خوشبخت شد. نگارین جانم، نگارین خانم، من شما رو بخشیدم. همایون میرزا جانم منو بخشید. یاد حرف آقا جانم یادتونه آدمی که سر بلند از مصیبتی بگذره
دیگه تا آخر عمر میتونه رو پای